و خیلی راحت الان پروژه رو اینجا داریم. مثلا فرض کنید که یه تغییر خیلی کوچیک دادیم توی پروژه، می‌خوایم به کارفرمامون نشون بدیم، اطلاع پیدا بکنه و اصلا رویت همون نداره، نیازی به رویت نداره، خیلی راحت میتونه اینجا فایل رو بررسی بکنه. گفتیم که راحت میشه نویگیشن کرد داخلش، کافیه خود زوم بگیریم ببینید فضاها رو قشنگ میتونیم متوجه بشیم که داره چه اتفاقی داخلشون میفته. و گفتیم که میتونیم به راحتی سکشن بزنیم دیگه، سکشن‌های عمودی و افقی یا حالت مورب یا هر حالت دیگه‌ای میتونه داخل پروژه زده بشه. مثلا فرض کنید یک سکشن از این سمت میخوام، این رو اضافه میکنم، این دیواره رو انتخاب میکنم و اینجا به این صورت این سکشنم رو ایجاد میکنم و کاملا میتونیم متوجه بشیم که طراحی به چه صورت انجام شده. خب یا حتی اینکه طبقات رو چک بکنیم، پلان طبقات رو گفتیم چجوری چک میکردیم از این قسمت پلان منیجرش. مثلا فرض کنید که اینجا طبقه پنجم ببینید دقیقاً میاد و برای ما نمایش داده میشه، مثلا نیم طبقه پنجم ببینید به این صورت. حالا از قسمت پلان خارج بشیم، گفتیم هر المانی رو هم که انتخاب بکنیم میتونه مشخصاتش رو برای ما تعیین بکنه. مثلا فرض کنید دیوارها رو دبل کلیک بکنم روش، دقیقاً برام می‌نویسه از چه نوعیه و با چه ضخامت و مشخصاتی که داره. حتی فامیلیای داخل پروژه، مثلا این صندلی‌ها به این اسم سیت بانک هستن و چیزای دیگه‌ای که میتونه داشته باشه. مثلا این کف‌ها دبل کلیک بکنم ببینید کف سازیه از نوع دیفالت و دقیقاً ضخامتش رو هم به ما داده اینجا، دقیقاً طبق اون اسمی که داخل رویت براش اومدیم و در نظر گرفتیم.